کامران بختیار خبرنگار تاجک از شهر بختر درباره یک مورد با شیوه احاطه‌گیری یا خود ابله به خدمت عربی بردن یک ساکن این شهر خبر داده است. شهنازه گدایو خواهر گدایو شهباز اسایویچ ساکن کوچه ختلان شهر بختر در نامش به وزیر مدافع تاجیکستان شیرعلی میرزا نقل کرده است که شهباز که ختم کرده رشته روزنامه‌نگاری شهر بختر بود، برای جستن کار از روی اختصاص و مؤسسه دولتی تلویزیون سفینه شهر دوشنبه رفت تا کار کرده زندگیمان را پیش برد. ولی روز 7 اکتبر خبر رسید که شهباز را به طور ابله دستگیر نموده به کمیساریات نویه شامنصور شهر دوشنبه بردند. هرچند حجت‌های تصدیق کننده یک پسری یتیم کل با خط وفات پدر و مادرمان را بردم، ولی به حرفمان گوش ندادند. بنا به اطلاع خواهرش، شهباز علکی در قسم نظامی 0707 وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان در نویه کوشانیان خدمت کرده ایستاده است. اما شهباز گدایف هم یک پسر و هم یتیم کل بوده. بعد مرگ پدر و مادرشان سرابانه خواهرش شهناز و فرزند 2 ساله او را به عهده داشته است. خواهر شهباز به نهادهای گوناگون در رابطه به ابله شدن و غیر قانونی به خدمت حربی بردن برادرش شکایت نوشته است، ولی در پروکراتور حربی ولایت ختلان به او گفتند که اگر از جانب کمیساریات نویه شامنصور غیر قانونی دستگیر شده باشد به تابعیت ما نیست. کامران بختیار می نویسد که شهنازه گدایو یگانه امیدش به وزیر مدافع تاجیکستان شیرعلی میرزا است. در عریضه‌اش به نام وزیر شهنازه گدایو نوشته است: به معلومات شما میرسانم که برادرم گدایو شهباز که در عائله ما همچون پسر یگانه می باشد، پس از دنیا گذشتن پدر و مادرم من را برادرم نگاهبین می کند. از شما خواهش می کنم که حالت مذکور را سنجیده برای دعوت غیر قانونی برادرم گدایو شهباز چاره‌های قطعی اندیشید. اگر برادرم را آزاد نکنید، احوال من و فرزند خردسالم گدایو محمد نبی سال تولدش 2019 چی می شود؟ که ما را نگاهبین می کند؟ کامران بختیار یادآور شده است که طبق قانون‌های تاجیکستان یک پسرها و یتیمان کل از مسئولیت خدمت حربی آزاد کرده می شوند. این قضیه در حال رسانه‌ای شد که در تاجیکستان موسم تیر ماهی دعوت به صف قوه‌های مسلح ادامه دارد. این معرکه از 1 اکتبر آغاز یافته تا 30 نوامبر دوام می‌کند. وزارت مدافع گفت در یک ماه اول نقشه دعوت 62% اجرا شده است. هر موسم دعوت به ارتش در تاجیکستان همراه با شکایت‌ها از ابله جریان می‌گیرد. ابله یک شیوه اصلا غیر قانونی است که کارمندان کمیساریات‌های حربی و مقامات محلی جوانان سن و سال دعوتی را در کوچه بازارها دستگیر کرده به خدمت می‌فرستند. در بسیار موارد خویش و تبار جوانان ابله شده تنها بعد چندین روز خبر می‌یابند که نزدیکان گم شدهشان را به ارتش بردند.